سلام به شما قهرمان‌های ارزشمندم. سعید حمیدزاده هستم، مربی رسمی AFC، آنالیزور فوتبال و مربی بدنسازی فوتبال. در این ویدیو میخوام یک فاکتور بسیار مهم رو باهاتون کار کنیم. بچه‌ها فرقی نداره که در چه سطحی فوتبال بازی می‌کنی، مبتدی هستی یا حرفه‌ای، توی حوزه بازی می‌کنی یا توی لیگ برتر، در هر سطحی که باشی فاکتوری به نام کنترل به توپ رو باید روش کار کنید و به سطح استادی در کنترل به توپ برسید. سطح استادی که میگم مثل ریاض محرز که ببینید در جریان بازی چه کنترل‌های برگریزونی واقعا انجام میده. توی این ویدیو میخوام بهتون 4 اصول کنترل به توپ رو بگم که با رعایت این 4 اصول واقعا میتونید به سطح کنترل توپ‌های محرز در جریان بازی برسید. چرا انقدر مطمئن دارم باهاتون حرف میزنم؟ چون که 6000 تا هنرجوم تو دوره آموزشیم از این 4 اصول کنترل به توپ نتیجه واقعا فوق‌العاده‌ای گرفتن. این 4 اصولی که بهتون میگم رو اگر کار کنید، من سعید حمیدزاده بهت قول میدم کنترل به توپت واقعا فضایی میشه. پس بزن بریم. خب رفقای گلم، قبل از اینکه گام اول رو شروع کنیم ازتون میخوام که حتما ویدیومون رو لایک کنید، چون لایک شما کمک بسیار زیادی به دیده شدن این ویدیو توسط افراد دیگه میکنه. ممنونم که لایک میکنید و چنلمون رو سابسکرایب میکنید. بریم سراغ گام اولمون که قراره هرچی بیشتر و بهتر با توپ دوست و رفیق فابریک بشیم. برای اینکه ما با توپ بتونیم رفیق فابریک بشیم، در گام اول به صورت ایستا بین یک مربع داخل این وسط شروع میکنیم رو پای زدن و تمرین انواع تاچا: روی پا، رون پا یا زانو و بغل پا. 3 تا تاچ بسیار مهمه که در گام اول باید تمرین کنیم. اول شروع میکنیم به روپایی. ببینید شما 20 تا روپایی بزنی، نرم بزنی، سالم بزنی، تا زیر زانوت بزنی یا تا زانوت بزنی اوکی، 20 تا کافیه بچه روپایی زدن. ولی میگم ببین مثل من بزنی، اینطور بزنی. حالا اگر روپایی ضعیفه، آخر ویدیو آموزش روپایی اینجا هستش بچه، توی چنلمون هستش. آخر ویدیو لینکش میذارم برید ببینید. خب تمرین دوم ما در گام اول میره روپایی با زانو که زانوت ببین کامل میاد بالا. این نیستا، این باشه توپ از جلو میافته. برای اینکه زانومون بخوایم تقویت بشه یا توپایی که میاد کنترل روی زانوی خوبی انجام بدیم، نیازه که کنترل و روپایی با زانو رو تمرینش کنیم بچه‌ها. اینم 20 تا بزنین کافیه. ببین 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ببین عقب نباید بمونی از توپ، یه ریتمی رو باید بیفته دستت و اون ریتم رو حفظش کنی. 20 تا که زدی، حالا میریم سراغ تمرین با تاچ بغل پا. بسیاری از توپایی که میاد برامون اصلا خب چه هوایی با تاچ بغل پا ما میچرخیم، چه توپای زمینی فرستش با بغل پا میچرخیم. حالا راجع به فرستاش بعداً حتما یه ویدیو میذارم، حتما چنل رو داشته باشید که اونم از دست ندید. خب تاچ بغل پا در گام اول 4 تا بزنی کافیه. یعنی ببین 1 2 1 2 3 4 4 تا بزنی، مثلا 5 ست 4 تا بزنی کافیه. من 2 ست زدم. 1 2 3 4 3 ست 1 2 3 4 3 ست 1 2 3 4 دوباره 1 2 3 4 4 تا 5 تا بزنی کافیه بچه برای تاچ بغل پا. حالا این شد گام اول ما، بریم سراغ گام دوم. و اما میرسیم به گام دوم بچه‌ها. در گام دوم ما یک سری تمرینات ترکیبی میخوایم انجام بدیم که عصب‌ها عضلات شما واقعا به چالش کشیده بشه. اسم این تمرین رو گذاشتم تمرین 8 جادویی. تمرینی که خودم طراحیش کردم و واقعا به خودم بابت طراحی همچین تمرینی افتخار میکنم، چون که واقعا نتیجه بی‌نظیری رو خواهد داشت. میخوایم چیکار کنیم تو تمرین 8 جادویی بچه‌ها؟ تمریناتی که تو گام اول انجام دادیم و میخوایم تو گام دوم با هم دیگه ترکیبش کنیم به صورت 8 جادویی. یعنی چی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 یه دور. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. انجامش دادم بچه‌ها. 8 جادویی واقعا به چالش کشیده میشید. میخوام ببینم، یعنی ببین واقعا میخوام ببینم که کدومتون میتونید رکورد بزنید. این رکورد خیلی مهمه بچه‌ها. ببینم چند دور میتونید رکورد بزنید. حالا هنرجوی دوره آموزشیم که اون تا 10 دور هم رکورد میزنن.
میخوام ببینم شما بدون که توپ بیفته زمین این 8 جادویی رو چند دور رکورد میزنید. توی کامنت ها رکوردتون رو بهم بگید حتما بچه‌ها. حالا یه نکته خیلی مهمی هم هستش بچه‌ها. خیلیاتون ممکنه این تمرین رو انجام بدید، بهش مسلط بشید. حواستون باشه وقتی مسلط شدی تمرینت باید عوض بشه. اگر مدام بخوای این تمرین رو همش انجام بدی، خب دیگه فایده‌ای نداره، چون که حافظه عضلانی شما به این تمرین عادت کرده. خودتون مدام همیشه باید به چالش بکشی و دنبال سطح بی‌نهایت باشی. همیشه دنبال تمرینات جدیدتر باشی، تمرینات پیشرفته‌تر و اصولی باشی. اوکی ببین الان من دارم 4 تا گام میگم، دارم بهتون یک جلسه تمرینی میگم که واقعا خیلی سرق بشی، که واقعا تمرینت حلال بشه. این که مثلا تو بخوای بگردی دنبال یه تمرین رایگان تو اینستاگرام که فقط یه دونه تمرین بهت گفته، شما با همچین تمریناتی فوتبالیست نخواهید شد. یک جلسه تمرینت باید اینطوری باشه، خودتو به چالش بکشی، چندین تمرین رو در یک جلسه تمرین داشته باشی و با اهداف مشخص. اینکه تو سعی می‌کنی رکورد خودتو بزنی، اینکه من بهت گفتم حداقل 5 بار این دور رو انجام بدی، رکورد خودتو بزنی 5 بار بدون اینکه تو بهت بیفته 8 جادویی انجام بدی، این ناخودآگاه در شما یک انگیزه فوق‌العاده ایجاد میکنه. این انگیزه‌ای که توی شما ایجاد میکنه، یهو چشم باز می‌کنی می‌بینی 3 ساعت تو تمرین یا تمرینت خسته نشدی. ببین پس اصولی کار کردن با مربی کار کردن چقدر فرق داره. پس بزن بریم سراغ گام سوممون. و اما میرسیم به گام سوم. من جامم عوض کردم چون دلیل داره. همینطور که میبینید همچنان من در وسط این کنسا هستم، در وسط یک مربع قرار دارم. مربعمون بزرگتر شد و یک کنزم ببین پشت سرمون هست که این هم فاصلهش رو حالا حداقل 2 تا 3 متر میتونیم فاصله رو بذاریم براش. روبرومون یک دیوار هست. اگر دیوار نداری از یک یار، از اعضای خانواده، از دوستانت خواهش کن که بیان و کمکت کنن در این تمرین که قرار توپو برای شما پرت کنن، کنترل های جهتدار انجام بدی. مثلا ویدیو مارتین اودگارد رو ببین چه کنترل خوبی انجام داد، قشنگ همه رو فیتیل پیش کرد با یه کنترل خیلی خوب در جریان بازی. اگر بخوایم اینطوری کنترل کنیم، روبروی یک دیوار وای میسیم. ببین تاچ‌های مختلف رو می‌خوایم با هم دیگه در گام سوم تمرین کنیم بچه‌ها. توپو میندازیم، اولین گام حالا توپ به شکل‌های مختلف میاد. ممکنه اینجور سرعتی بیاد، ممکنه بیاد ببین تو پله بشه. حالت‌های مختلف رو باید تمرین کنی تا در شرایط بازی آماده بشی. حالا برای اینکه بتونی همچین حرکاتی رو در جریان بازی انجام بدی هم خیلی مهمه که بارها تو تمرینت صد بشی، مسلط بشی به این حرکات. می‌خوایم چیکار کنیم بچه‌ها؟ اول از همه روی پای راست و چپ به صورت چرخشی، یعنی توپو میندازیم. شروع بعدی داشتم. شروع می‌کنیم. توپو میندازیم. توپ که داره میاد ببین روی پا چرخش میام، کنز رو دور میزنم. دیدی چه اتفاقی افتاد؟ لمس توپت هم تقویت شد. دیدی؟ حالا میام با پای چپ بچه‌ها توپو میندازم این بار. ببین چه حالی داد خدایی. ای والله خدایی بنازم به خودم. حالا این مثلا روی پا بود، حداقل 5 تکرار راست 5 تکرار چپو انجام میدم پشت سر هم دیگه. تاش بعدی ما میشه تاش بغل پا بچه‌ها که توپو میندازم، وقتی توپ داره میاد با بغل پا میخوام دور بزنم. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که یک بار آگاهی محیطی بگیرید بچه‌ها. میندازم، ترای دوم حالا بهتر شد، میام با پای چپ هم دور میزنم، میام اینجا. حالا تو به یه یار پاس میدم، یه دوباره میگیرم دستم، این بار از این بر پاس، آگاهی محیطی، حالا چرخش، دوباره میارم پاس، آگاهی محیطی. این بار با این پام چرخیدم چون توپ افتاد روی این پا، برمیگردونم میندازم، بنازم. عجب کنترلی. این شد تاش بغل پای ما. گام بعدی کنترل رون پا هستش بچه‌ها. توپو میندازم و چرخش. حالا من رو پاییمم خیلی قویه، دارم اینجوری میچرخم. این بار با پای چپ و اما میرسیم به گام چهارم کنترل به توپ. گام چهارم گام آخر، گام طلایی و غول مرحله آخر بچه‌ها. یعنی هر چی تا اینجا تمرین کردی و بذار یه طرف، گام چهارم بعد و بذار یه طرف دیگه. گام چهارم اصل کار تازه از اینجا میخواد شروع بشه بچه‌ها. چرا انقدر مهمه میگم؟
ببینید شما برای اینکه بتونید یک کنترل خوبی رو در جریان بازی انجام بدی نیاز داری تا عصب عضله هماهنگ و بالایی داشته باشی. مثلا گل گوتسه تو جام جهانی 2014 مسی فنا یادتونه یه کنترل سینه بی نقص و یه ضربه روی پا. پس انقدر مهم عصب عضله بچه‌ها. حالا من سعید حمیدزاده به شما تمریناتی میدم که کنترل به توپ و عصب عضله با همدیگه درگیر، ترکیب و در یک تمرین اجرا بشه. چی از این بهتر به خدا؟ واقعا اگر بتونین تمرین طلایی انجام بدید یه نور علی نور بچه‌ها. یک تمرین بسیار طلاییه که برای هر بازیکنی واجب انجام دادنش. تمرین کنترل به توپ و عصب عضله با همدیگه ترکیب بشه. تمرینیه که فقط و فقط در دوره آموزشی، یعنی دوره ستاره شو پلاس، این تمرین رو به هنرجو دادم و حالا اونو دیگه اگه الان اینجا بگم یه واقعا بچه‌ها ناراحت میشن. دیگه اون گام چهارم توی اونجاست و در کنارش یه گام دیگه که بچه‌ها تو تایم استراحتشون انجام میدن، هنرجو انجام میدن، آنالیزهای اختصاصی کنترل به توپ از بازیکنان مختلف در موقعیت‌های مختلف زمین هستش بچه‌ها که با اون هم خب خیلی راحت‌تر با ذهنیت بهتر و میدونید درک بهتری از کنترل به توپ دارید که در کجای زمین چه نوع کنترلی باید انجام بدید. این دو گام آخرم حالا در دوره آموزشی ستاره شو پلاس هستش که شما میتونید ثبت نام خودتون رو انجام بدید یا از طریق سایتمون که حالا اینجا هستش یا از طریق آیدی تلگرام که اینجا هستش. این هم از 4 گام اساسی و بسیار مهم کنترل به توپ. حتما تمرین کنید بچه‌ها. ویدیومو لایک کنید، نظرتون رو توی کامنت بگید. خیلی دوستتون دارم. حالا الان جلوتر آموزش روپایی هم میذارم. اگر روپاییتون ضعیفه میتونید کلیک کنید و اون آموزش هم ببینید. تا ویدیو بعدی فعلا یا علی.